سوم رمضان در آینه تاریخ. رمضان ماه پیروزی حق بر باطل، رمضان ماه انسانساز. وفات فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها. در سومین روز رمضان سال 11 هجری مصادف با 21 نوامبر 632 میلادی، جگرگوشه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه زهرا، همسر گرانقدر علی مرتضی رضی الله تعالی عنه و مادر دو سرور جوانان بهشت حسن و حسین رضی الله عنهما و مادر ام کلثوم همسر عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنهما دار فانی را ودا گفته به سوی سعادت جاودانی پر کشید. حادثه تحکیم. در سوم رمضان سال 37 هجری قمری مصادف با 11 فروریه 658 میلادی، پس از دو فتنه مشهور جنگ جمل بین لشکر مدینه به رهبری امیر مومنان علی ابن ابی طالب و بین لشکر طلحه و زبیر رضی الله عنهما و جنگ صفین بین سپاه امیر مومنان و لشکریان شام، مذاکرات صلحی که به حادثه تحکیم شهرت یافت به وقوع پیوست. همگام با این حادثه گروه بسیاری از لشکریان امیر مومنان از او کناره گرفتند که خوارج نامیده می شوند. همزمان با این تاریخ معاویه رضی الله تعالی عنه بر مصر چیره گشت. الله متعال از همه یاران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خوشنود و راضی بادا و به کرم و سخاوت خیش از گناهان و کوتاهی های ما و آنها درگذرد. چیره شدن بنی بویه بر بغداد. در سوم رمضان سال 418 هجری قمری، ابو طاهر جلال الدوله پادشاه بنی بویه پس از بیرون رفتن خلیفه وقت القادر از شهر و ملاقات با او و گرفتن عهد و میثاق از او وارد بغداد شد و این چنین جلال الدوله بغداد را به تصرف خود درآورد. شهادت سرداری نمونه. در سوم رمضان سال 1307 هجری قمری مصادف با 22 آوریل 1890 میلادی، سردار نامدار مسلمانان رابح بن زبیر، بنیانگذار اولین دولت اسلامی در چاد، پس از حمله استعمارگران فرانسوی و اشغال دیکوا پایتخت کشور او به شهادت رسید.